نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله می فرماید اولم یسیروا فی الارض، آیا اینها سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا، غرض سیر بنویس، اولم یسیر بنویس تخویف دنیوی. فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم، ببینند تماشا کنند چگونه شد عاقبت کسانی که قبل از اینها بودند. بنویسید به سبب کفر و شرک، یعنی برید بگردید تماشا بکنید عاقبت و انجام انسانهایی که قبل از شما بودند به عذاب گرفتار شدند، ببینید چی شد، ببینید چیکار شدند. کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلهم، اونهایی که قبل از اینها بودند. کانو، خب اینجا چند تا شبهه هست. شاید مشرکین مکه بگن که خب اونها زود نابود شدند چون که اونها قدرتی نداشتند، ما قدرت بدنی داریم، ما همه پهلوان جنگجو. الله تعالی این شبهه را ازاله می فرماید. کانو هم اشد منهم قوه، اونها از نظر قوت از اینها شدیدتر و قویتر بودند. خب شاید اونها مال نداشتند، امکانات نداشتند، ما زیاد داریم. این شبهه دوم، این جواب شبهه دوم است. و آثارا فی الارض، از نظر آثار در زمین، یعنی مال و قلعه و باغ اونها بیشتر داشتند و پس اونها هیچ کمی نسبت به اینها نداشتند. با وجود اینکه همه چیز داشتند، فاخذهم الله بذنوبهم، الله عزوجل آنها را مؤاخذه کرد به سبب گناهانشون. بذنوبهم با سببی هست. و ما کان لهم من الله من واق، این نفی شفاعت قهری و نفی مختاریت معبودان باطله هست. الله می فرماید نبود برای آنها من الله ای من عذاب الله، از عذاب خدا هیچ حفاظت کننده ای. الذی یقیهم، اونی که حفاظتش بکند نبود. خب مگه کی حفاظت میکند؟ اونها که میگفتن ما خدایان را عبادت میکنیم که اگر برای ما مشکل پیش آمد خدایان مشکل ما را حل کند. اینجا خدا اشاره میکنه خدایان نکردند. در آیه دیگه هست فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربک، وقتی که امر پروردگار آمد، عذاب خدا در دنیا آمد، معبودان نتوانستن کاری بکنن. معبودانی که در طول حیات اینها برای اونها شتر میکشتند، برای خوشنودی اونها گوسفند میکشتند و میگفتند اگر بر ما مصیبتی بیاید مصیبت را از ما دفع میکند. الله میفرماید که فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، این آلهه‌ای که غیر از خدا میخواندند این آلهه برای اونها مفید ثابت نشدند. این در سوره هود بود. در سوره احقاف الله تعالی میفرماید فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهه، اینهایی که
اینها به منظور تقرب اونها را انتخاب کردند و پسندیدند بغیر از الله، چرا یاریشون نکردند؟ فلولا نصرهم، چرا یاریشون نکردند؟ پس منظور از این و ما کان لهم من الله من واق چی بود؟ آلهه، خدایان. آلهه نتوانستند کاری بکنند. خب خداوند فرمود فاخذهم الله بذنوبهم. خدا چرا مؤاخذهشون کرد؟ به سبب گناهان، ذنوب. الان تفصیل ذنوب، ذالک بانهم، بنویسید تفصیل ذنوب. گناه چطور بود؟ چی کردن؟ الله می فرماید ذالک بانهم كانت تأتیهم رسلهم بالبینات، به سبب این بود که رسل می آمدن پیش آنها با بینات، با دلائل و معجزات آوردند. فکفروا، بعد از رؤیت بینات بنویسید فکفروا، بعد از رؤیت بینات چی کردند؟ کفر کردند. فاخذهم الله، بنویسید بعد مجیء الرسل. لذا کفر که کردن پیامبران رفتند، خدا اونها را مؤاخذه کرد. انه قوی شدید العقاب، همانا الله تعالی قوی هست، قدرتمند هست و سخت عذاب میدهد. لذا الله تعالی اونها را سخت مؤاخذه کرد. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. خب اون تخویف دنیوی بود، اولم یسیروا، این که شما خواندید دعای فوق، این هم تخویف دنیوی هست، اما اون اجمال بود، این تفصیل هست. اون درباره مطلقاً اقوام گذشته هست، اما اینجا خاصتاً از قوم موسی هست و فرعونیان هست که الله تعالی موسی را برایشون فرستاد و موسی به سوی توحید دعوتشون داد. لذا تخویف دنیوی هست و تسلی برای رسول الله هست. چطور تسلی برای رسول الله هست؟ که ببین ای پیغمبر من، موسی هم مثل تو آمد، قوم انکار کردند، چنانچه این قوم انکار میکنند. لذا اگر به انکار ادامه بدهند، همونطوری که فرعون را خدا چی کرد؟ فرعونیان را هلاک کرد، اینها را هم الله تعالی هلاک میکند. لذا الله می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، همانا ما فرستادیم موسی را با آیات خودمان و سلطان مبین، با سلطان مبین یعنی معجزات ظاهر. موسی با معجزه آمد. الى فرعون و هامان و قارون، بسوی فرعون و هامان و قارون آمد. فقالوا ساحر کذاب، آنها چی گفتند؟ در رابطه با معجزات بنویسید ساحر کذاب، چونکه معجزه ظاهر کرد گفتند ساحر است، نبوت را ادعا کرد گفتند کذاب است. متوجه شدید؟ ساحر مربوط به چی هست؟ معجزه. کذاب مربوط به چی هست؟ ادعای پیامبری. خب بعضی اشکالات هستن، بعضی مستشرقین و بعضی یهودی ها و یهود صفت ها می کنند، می گویند که خطاهای قرآن را العیاذ بالله می شمارند. می گویند ما در تاریخ داریم که در تاریخ هم هست، در تورات هم هست که هامان چندین سال، چندین قرن بعد از فرعون بوده. چطور موسی هم به سوی فرعون فرستاده شد و هم به سوی هامان فرستاده شد؟ ما در جواب میگیم که تاریخ شما به درد خود شما بخورد. تورات را هم شما با دستای خودتون تحریف کردید. اولا که قرآن هر جا گفته موسی فرعون و هامان را وزیر فرعون گفته، ما معتقدیم که این هامان وزیر فرعون هست و آنچه که شما میگویید غلط است. بالفرض اگر اون تاریخ درست باشد، مگر همنام کم بوده در دنیا؟ امکان در اونی که 200 سال بعد از فرعون بوده، اون یک هامان دیگه هست.
و اون هامانی که وزیر فرعون هست، قرآن اون هامان را چی دارد؟ ذکر می کند. الی فرعون و هامان و قارون، درباره قارون هم به تفصیل میاد که از خود بنی اسرائیل بود. فلما جاءهم بالحق، زمانی که موسی آمد به حق، یعنی حق را آورد و دعوت توحید را آورد، من عندنا، از جانب ما، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. تدبیر انسداد میخواست جلوی موسی را بگیرد. البته اینجا اجمال هست، در جای دیگه تفصیل است. اول با موسی بحث کرد، موسی علیه السلام ملامتش کرد. قال وما رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم توقنون. قال لمن حوله الا تستمعون؟ فرعون گفت قال ربكم ورب آبائكم الاولین. اون از کلمه رب حساس بود فرعون، چون میگفت انا ربكم الاعلى. موسی هم هی میگه رب العالمین، ربكم ورب آبائكم الاولین، بیشتر کفرش را به در میاره. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولون. فرعون عصبانی شد. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. باز رب مشرق و مغرب است، ان کنتم موقنین. خلاصه موسی علیه السلام بحث کرد، مناظره کرد، آیات را آورد، معجزه آورد. فرعون مات شد. بعد از اینکه مات و مبهوت ماند، الان چیکار میکند؟ تدبیر میکند. تنگ آمد، به جنگ آمد. الان از قوه قهریه به کار میگیرد، استفاده میکنه. چی میگه؟ قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، بکشید بچه های کسانی را که ایمان آوردن همراه او، واستحیوا نساءهم، و دخترانشان را زنده نگه دارید. خب این نکته را خدمت شما عرض کنم که بنی اسرائیل ذکر کردن تا برای شما اشکالی پیدا نشه. اون این است که فرعون یک بار فرزندان بنی اسرائیل را قتل نکرد، بلکه چندین بار، یا بعضی گفتن 2 بار. یکی زمانی که کاهنها یا معبرها بهش گفتند که از بنی اسرائیل مولودی پیدا میشه، یا اینکه در تعلیمات کتب سابقه بود. بعضی اینطور میگن، شیخ ما رحمه الله همین ترجیح میده، در تعلیمات کتب سابقه بود که در مصر از بنی اسرائیل نو مولودی به دنیا می آید و این سبب از بین رفتن ملک فرعون اون زمان میشه. لذا فرعون این خبر را شنیده بود، هراسان بود و هی اولاد بنی اسرائیل را میکشت. تا یک مدتی کشت، تا چند سال آخر خسته شد. خدای عزوجل موسی را پیدا کرد و در خانه فرعون پرورشش داد. بعد از اون متوقف شد تا اینکه موسی ادعای نبوت کرد. اینجا دوباره فرعون دستور داد، از بس که عصبانی بود. بعضی اوقات مثلا بعضی پادشاهان ملت را شکنجه میدن، یه شکنجه بر ملت روا میدارن تا چندین سال، بعد از چندین سال خسته میشن، باز دوباره عصبانی میشن، دوباره اون حکم را چی میکنند؟ اجرا میکنند. پس تنها این بار نبود که فرعون بچه های بنی اسرائیل را میکشت. کسی بگه که خب اون در زمان ولادت موسی بود، اون جدا بود، این جدا بود. بله. قالوا اقتلوا ابناء الذين، بکشید بچه های کسانی را که ایمان میارن با موسی، واستحیوا نساءهم، زنده نگه دارید دخترانشان را. خب و ما کید الکافرین الا فی ضلال، این ادخال الهی است. بحث داستان موسی و فرعون است، نه؟ اما خداوند عزوجل در وسط این جمله را ذکر می کند. این را ما میگیم ادخال الهی. خدمت شما دیروز عرض کردم که ادخال الهی در جواب سؤالی است. این و ما کید الکافرین الا فی ضلال الان جواب سؤال مقدر است.
سوال اینه که فرعون وقتی که دستور داد بچه ها را بکشند، این همه تهدید کرد، آیا مفید شد این تدبیرش؟ فایده داشت؟ جلوگیری شد؟ الله میگه و ما کید الکافرین الا فی ضلال. کید کافران نیست، یعنی مکر و توطئه‌ای که کافران میکنند این توطئه نخواهد بود الا فی ضلال. فی ضلال اینجا به معنی بی فایده. ضلال گمراهی است نه، ولی به معنی بی فایده است اینجا، یعنی این توطئهش بی فایده. هر چی کشت موسی و کسانی که به موسی ایمان می آوردند روز به روز بیشتر می شدند، کمتر نمی شدند. حق وقتی که نور حق از یک جای شروع بکند، هر چی که دشمنان جلوش را بگیرند نمی توانند بگیرند. وقال فرعون ذرونی اقتل موسی. اون تدبیر اول بود، تدبیر اول برای انسداد، برای جلوگیری. این تدبیر دوم است. الله می فرماید وقال فرعون گفت ذرونی اقتل موسی، من بگذارید من موسی را میکشم، بکشمش. ولیدعو ربه، تا اینکه بخواند پروردگارش را. آیا این تهدید واقعی بود؟ بعضی از مفسران میگویند بله این تهدید واقعی بود. فرعون میخواست بکشه، خب پس چرا نکشت؟ به خاطر اینکه ملأ و درباریان و مشاوران دستور مشوره دادند، گفتم موسی را میکشی چه فایده ای تو کشتنش هست؟ برای تو بده. یک آدم با این قدرت، با این دبدبه، موسی چی میتونه بکنه؟ یک آدم بی دفاع بدون اسلحه بعداً برای ما از نظر نام و این قدرت و سلطنتی که داریم خوب نخواهد بود. دیگه تقدیر الهی این بود که به موسی تعرض نکند. مشاوران این گونه دستور دادند. پس بنابراین ذرونی اقتل موسی، این تهدید حقیقی هست طبق این تفسیر. اما یه تفسیر دیگری هست که بعضی مفسرین گفتند که این که فرعون گفت ذرونی اقتل موسی این واقعی نبود، از ته دل نبود، چون فرعون معجزات را دیده بود، میخواست به نوعی دعوت موسی بی اثر بشه، اما جرأت نمیکرد تعرض بکنه، میترسید بلای سر من نیاد. لذا اینها در واقع به تعبیر محلی و ساده ما بلوف بود، جرأت نداشت. چنانچه غالبا آلوسی هست یا یکی از مفسرین دیگه نوشته که قتاده گفته یبول کما یبول الحمار، حمار چطور ادرار میکند، یعنی از ترس خیس میکرد، میترسید فرعون. لذا جرأت نکرد که دست بزنه به موسی، ولی میترسون تا اینکه اطرافیان بترسند، تا اینکه دعوت موسی را کسی نپذیرد. پس بنابراین تفسیر دوم این به ظاهر بود، حقیقت نبود. وقال فرعون ذرونی اقتل موسی، بذارید من را بکشم موسی را، ولیدعو ربه، ربش را بخواند، از ربش کمک بگیرد. چرا این کار را میخوام بکنم؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. از دو انقلاب من میترسم، یکی انقلاب دینی و مذهبی، یکی انقلاب سیاسی. انی اخاف ان یبدل دینکم، دین شما را عوض نکند. این هست انقلاب چی؟ دینی. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا اینکه در زمین فساد بپا نکند. خب در زمین فساد بپا کند یعنی چه؟ خب مسلمه وقتی که به موسی ایمان بیاورند مخالف فرعون میشن، مخالف فرعون بشن حکومت را از فرعون میگیرن. این گرفتن حکومت را تعبیر میکنه به چی؟ به عرض کنم فساد. پس این انقلاب سیاسی هست، انقلاب حکومتی هست
که حکومت را از من میگیرد. اما موسی علیه السلام در مقابل تهدید چه عکس العملی نشان میدهد؟ مسلک الانبیاء فی مسئله الدعاء. انبیاء مسلکشون اینه که همیشه وقتی که مشکلی برایشون میاد به خدا رجوع میکنن، به خدا پناه میبرند. وقال موسی انی عذت بربی و ربکم. موسی گفت من پناه میبرم به رب خودم و رب شما، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر متکبری که ایمان به یوم حساب ندارد. موسی علیه السلام غرور نکرد بلکه به رب سبحانه و تعالی پناه برد. به هر حال وقتی که این تهدیدات جدی شد و خطر جدی شد، بسیاری از کسانی که ایمان خودشون را تا به حال کتمان کرده بودند باید ایمان را چی میکردند؟ ظاهر میکردند. من جمله اونها فردی بود که قرآن او را تعبیر میکند رجل مؤمن من آل فرعون. از قرآن اینقدر معلوم میشه که این از آل فرعون بود، از خویشاوندان فرعون بود و به موسی علیه السلام ایمان آورده بود و تا به حال ایمان خودش را مخفی کرده بود، ایمان خودش را نشان نداده بود، میترسید. اما امروز میگه دیگه تمام شد، الان که پیغمبر خدا در تهدید هست، الان دیگه ترس فایده ای نداره، باید ظاهر بکنم. اگه بناس پیغمبر خدا کشته بشه منم کشته بشم. لذا اینجاست که این مرد مؤمن می آید. اما این مرد مؤمن کی هست؟ بعضی گفتند که این پسر عموی فرعون بود، ابن عم فرعون، پسر عموی فرعون بود و اسمش بود فستیات. چنانچه هست که قال مقاتل و سدی کان فستیات ابن عم فرعون. فستیات ابن عم فرعون است و اون مردی که موسی علیه السلام را مشوره داد که از مصر برو، برات خطره، تصمیم گرفتن تو را بکشند، میگن اون مرد و این مرد یکی هست. این مفسرین گفتند و هو الذی حكى الله عنه في سورة القصص وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى. این همون مردی هست که در سوره قصص ذکرش آمده که خدا گفته از یک گوشه و از حاشیه شهر مردی دوان دوان آمد و گفت یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج. ای موسی درباریان دارن مشوره میکنن تو را بکشن، برو از اینجا. این همون خیرخواه است. بعضی گفتن نه، فرق داره. خب اسمش فستیات بود و قیل کان اسمه حبیب. بعضی گفتن اسمش حبیب بود، والله اعلم. این هر دو مظهری نوشته. خب این مرد مومن چی گفت؟ چند تا سخنرانی کرد. 3 تا سخنرانیش را قرآن مجید ذکر کرده. اما اینجا من یک نکته جالبی عرض بکنم از سیدنا علی کرم الله وجهه. ببینید این مرد اولین کسی که به پیغمبر ایمان می آورد و از پیغمبر دفاع می کند، اون را در اصطلاح صدیق می گویند. چی می گویند؟ صدیق. این مرد چه حبیب نجار هست چه فستیات هست. این صدیق امت موسی علیه السلام بود. کسی بود که آمد خودش را به خطر داد و از موسی دفاع کرد. یک صدیق اینه، یک صدیق امت ما دارد، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حضرت علی کرم الله وجهه یک مقایسه بین این دو صدیق می کند که از این دو صدیق کدوم افضل تر بود. این سخن علی هست. در ازالت الخفاء شاه ولی الله رحمه الله نقل کرده. علی می گوید که صدیق امت ما از صدیق امت موسوی افضل تر هست، بهتر هست. چرا؟
چون که اون صدیق ابتداعا ایمان خودش را مخفی کرد. صدیق امت ما از روز اول مخفی نکرد، از روز اول مخفی نکرد. از روز اول هر چی که مال داشت در اختیار گذاشت، غلام ها را خرید آزاد کرد. هر چی که 40,000 درهم داشت همه را غلام خرید. 6,000 درهم را گذاشت برای خودش و برای رسول الله خرج سفر هجرت کرد. شتر خرید و خرج سفر هجرت کرد. یعنی هر چی سرمایه داشت از روز اول در دفاع از رسول الله و از اسلام صرف کرد. و دیگه این که از روز اول کتک خورد، هر روز چنان کتک میخورد که از حال میرفت، بیهوش میشد، بدنش خونالود میشد. تا بیهوش میآمد میگفت پیامبر خدا کجاست؟ غذا بهش میدادم میگفت نمیخورم تا زمانی که نبینم. لذا این فضائل را حضرت علی هم اینطور نمیگه، تعارف ندارد. حضرت علی دیده واقعیت ها را که میگه. لذا علی کرم الله وجهه میگوید که صدیق امت ما از صدیق امت موسی چی هست؟ افضل تر است. ببینید درباره اون الله چی میگوید؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. مرد مؤمنی گفت از آل فرعون، چنان مرد مؤمنی که یکتم ایمانه، ایمان خودش را مخفی می کرد، سخنرانی کرد. سخنرانی اول: اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا شما می کشید مردی را به این جرم، به این گناه که میگوید رب من الله است؟ فرعون را به عنوان الله قبول ندارد، میگه رب من الله است. اینجا تفسیر جلالین گفته ان یقول ای لان یقول، چون که میگوید رب من الله است به این خاطر میکشید. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، در حالی که برای این مدعا بینه هم آورده، دلیل هم آورده، دلائلی که از جانب پروردگار هست پیش شما آورده. و این یک کاذبا فعلیه کذبه و این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. بالفرض اگر کاذب باشد، اگر خلاف بگوید، فعلیه کذبه، کذبش، دروغش به خودش برمیگردد، ضرر را خودش میکند. کسی که بر خدا افترا بگوید خیلی خطرناک است، خیلی آسیب میبیند. لذا به شما چه؟ اما بترسید که اگر راستگو باشد اون چه که وعده میدهد یعنی عذاب برای شما می آید، گرفتار می شوید. لذا الله می فرماید و این یکو کاذبا، اگر کاذب باشد فعلیه کذبه، کذبش به خودش برمیگردد. و این یکو صادقا، اگر صادق باشد یصبکم بعض الذی یعدکم، میرسد بعضی آنچه که به شما وعده می کند یعنی عذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وحی شده به ما که عذاب بر کسی که تکذیب کند و پشت بدهد. خب ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. دیروز که اصطلاحات را میخواندیم خدمت شما عرض کردم، یکی از اصطلاحات از ادخال الهی، همین مثال عرض کردم. گرچه بعضی گفتن ان الله لا یهدی هم حکایت از مرد مؤمن است، اینم جز وعظ او هست، جز سخنرانی او هست. اما بعضی میگویند که این ادخال الهی هست، این درجی هست که خدای تعالی در وسط کلام این را چی میکند؟ قرار میدهد و این جمله را گذاشته. این جمله در واقع سوال مقدر هست. سوال اینه که چه تبلیغ بلیغی کرد، چه موعظه جالبی کرد، آیا مفید واقع نشد؟ آیا فرعونیان متذکر نشدند؟ الله می فرماید نه. چرا؟ ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خداوند هدایت نمی کند هر اون انسانی که مسرف باشد،
مسرف تفسیر جلالین گفته مشرک، مسرفون ای مشرکون، اون کسی که به خدا شرک بکند و با وجود این شرک کذاب، دروغگو، خیلی دروغ میگه. لذا چنین دروغگوی مشرک قابل هدایت نیست. بله، تفسیر روح المانی گفته انه لو کان مسرفا، اگر مشرک باشد و کذاب باشد، لما هداه الله تعالی الى البینات، خداوند او را به سوی بینات و دلائل راهنمایی نمی کند، ولما عضده بتلك المعجزات، با این معجزات تقویتش. بله، یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرین فی الارض. ادامه سخنرانی اوله، 3 تا سخنرانی دارد، این همون سخنرانی اول است. ای قوم من، لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، برای شما ملک امروز هست که غالب هستید. اینجا ظاهر به معنی حاکم، به معنی غالب، که حاکم هستید در زمین. فی الارض منظور ارض مصر است. شما امروز حاکم مصر هستید. این حکومت عرض کنم که موقتی هست، امروز هست، امروز میره و تمام میشه، فردایی میآید. فردا اگر آمد و عذاب آمد، کی میتونه ما را نجات بده؟ فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا، چه کسی ما را یاری میکند از عذاب خدا اگر پیش ما آمد؟ لذا بترسید از عذاب. بر ملکتان، بر پادشاهیتان مغرور نباشید. فکر کنید درباره سخنان موسی. اما فرعون دخالت کرد. فرعون از آیات قرآن معلوم میشه، این آیات صحبتهای فرعون را شما دقت بکنید، خیلی زرنگ است. و فرعون تمام هم و غمش اینه که مردم فریفته نشوند، مردم گرویده نشوند. لذا هی دلایل میاره، هی توطیه میکنه که مردم نرن به اون سمت. لذا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، من نمی بینم برای شما، یعنی مشوره نمیدهم شما را، الا ما ارى، مگر آنچه که من می بینم، یعنی رأی خودم را، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من راهنمایی نمی کنم شما را مگر به راه رشد، یعنی راه هدایت، راهی که هدایت شما هست، خیر و صلاح شما هست، من شما را راهنمایی می کنم، لذا راهنمایی من گوش کنید. خب فرعون چون می ترسید که مردم از سخنرانی این مرد مؤمن متأثر نشوند، لذا رو به مردم کرد، گفت مردم ببینید هرچی من میگم گوش کنید، این میگه گوش نکنید. معنیش اینه. مرد مؤمن سخنرانی دومش را بعد از این سخن فرعون شروع می کند. وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اول ایمان خودش را خوب ظاهر نکرد، الان کم کم ظاهر میکنه، پس معلوم میشه که به آخرت ایمان داری تو. اونجا فقط گفت موسی اگر راست بگه چنین میشه، اگر راست نگه چنین میشه. اینجا نه، اینجا کم کم از عذاب قیامت میترساند، پس ایمان دارد. و یا قوم انی اخاف علیکم، ای قوم، ها عذاب قیامت فعلا نیست، عذاب دنیا است. ای قوم من میترسانم شما را، میترسم بر شما مثل یوم الاحزاب، مثل روز احزاب دیگر، گروه های دیگر. عذابی که بر گروه ها آمد، بر اقوام آمد، من میترسم اون عذاب بر شما نیاد. اون اقوام کی هستند؟ احزاب کی هستند؟ مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم، یعنی حال قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد و کسانی که بعد از اونها بودند، یعنی قوم لوط. من میترسم اون روزها را برای شما. بس از عذاب دنیا فعلا میترساند، بعدا از عذاب آخرت
در سخنرانی سوم. لذا میترسم برای شما اون روزهای سخت نیایند. خب و ما الله یرید ظلما للعباد باز هم ادخال الهی هست یا موعظه، ادامه موعظه مرد مومن است. اگر ادخال الهی باشد بازم جواب سوالی که شاید در اذهان شما هم بیاد اینه که خدای تعالی این همه انسانها را هلاک و نابود کرد در طوفان نوح، چقدر انسان در غرق فرعون، اینجا که خب بحث غرق فرعون نیست، در قوم عاد، در قوم ثمود چقدر انسان با باد و با زلزله و با صاعقه هلاک شدند، این ظلم نیست؟ الله میگه نه، و ما الله یرید ظلما للعباد. خداوند اراده ظلم برای بندگان را ندارد، اونها خودشون بر خودشون ظلم کردند که قبول نکردند. خب و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اون عذاب دنیا بود، این عذاب آخرت. مرد مومن به قوم خودش میگه من هم از عذاب دنیا برای شما میترسم که به عذاب دنیا گرفتار بشید، هم به عذاب آخرت. یوم التناد، روز آخرت را میگن روز تناد. تناد از ندا هست، باب تفاعل هست، ندا از طرفین، یعنی هر یکی دیگری را صدا میزند. یوم التناد یعنی چی؟ یعنی ندا کردن هم دیگر. چرا میگن ندا کردن هم دیگر؟ خب چند علت میتونه داشته باشه، چند دلیل میتونه داشته باشه. یوم التناد، اول ندای نافخ. اول ندای چی؟ نافخ. نافخ یعنی اون کسی که نفخه را میزنن، اسرافیل. اون روز ندا هست، چون اسرافیل در اون میدان میگه بیایید به طرف میدان، بیایید به طرف محشر. لذا به این خاطر یوم التناد میگن، چون در آیه داریم یوم یناد المناد من مکان قریب. یوم یناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج، فریاد را میشنوند. به این خاطر تناد میگن. دوم، تناد چون که ندا برای حساب و کتاب میشه. یوم ندعو، خدا صدا میزنه، بعضم به وسیله فرشتگان دیگر. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر گروهی را میگیم که با اون پیشوایتون، با رهبرتون، با اون کسی که شما از او پیروی میکردید در دنیا بیایید، پیغمبر شما هر که هست. به این خاطر یوم التناد میگن. دلیل سوم که اونجا مردم با همدیگر را ندا میکنند، چنانچه در سوره اعراف میخوانیم و نادى اصحاب النار اصحاب الجنه و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار، این اونها را صدا میکنه، اون اینها را، یا و نادى اصحاب الاعراف رجالا، اصحاب اعراف هم ندا میکنن. پس ندا از هر طرف هست. به این خاطر اون روز را میگن روز چی؟ تناد. این سه. و چهارم دلیل آخر اینه که یوم التناد شاید به این خاطر میگن که همه اهل بهشت و اهل جهنم از سوی خدای عزوجل مورد ندا قرار میگیرند، مورد صدا قرار میگیرند. چه میگویند؟ آخرین ندا. خدای تعالی مرگ را به وسیله، به شکل یک کبشی، به شکل قوچی در وسط، در میان بهشت و جهنم چی میکند؟ ذبح میکند، دستور میده ذبح بکنند. ندا میشوند هم اهل بهشت هم اهل جهنم که ای اهل جنت، ای اهل جهنم، همه ببینید که دیگه مرگ مرد، یعنی از این به بعد دیگه مرگی نخواهد بود. یا اهل الجنت خلود ولا موت، یا اهل النار خلود ولا موت. پس شاید به این خاطر اون روز را یوم التناد میگویند، یا به خاطر همه علتهایی که شما خواندید. به هر حال مرد مومن میترساند اونها را از روز تناد. و یا قوم انی اخاف علیکم مثل
إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد بنيسي مبدل منه. يوم التناد يعني چه روزی است؟ يوم تولون مدبرین، روزی که شما برگردانده می شوید در حالی که پشت می دهید، به سوی جهنم برگردانده می شوید. معنی اینه ما لکم من الله من عاصم. خب برگردانده میشه، پشت می دهید. به کی پشت می دهید؟ بنویسه به موقف حساب. یعنی اونها رو میبرن به طرف جهنم و به موقف حساب چکار میکنند؟ پشت میدهند. ما لکم من الله من عاصم. این نفی شفاعت قهری است. مرد مؤمن میگه ای قوم، هیچ کسی که شما را عاصم حفاظت بکند در اون روز وجود ندارد، محافظی برای شما نیست. باز هم و من یضلل الله فما له من هاد، ادخال الهی هست. این مرد مؤمن چنان سخن بلیغی، چنان موعظه جانانه‌ای کرد، هنوز فرعون متنبه نشد، هنوز قوم متنبه نشدن. الله میگه نه، و من یضلل الله، هر کسی را که خدا گمراه بکند، فما له من هاد، برای او هیچ هادی وجود نخواهد داشت. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.